فکرشو بکنید، یه موجودی که از ترکیب قوی‌ترین سلطان زمین و پادشاه آسمون‌ها ساخته شده، نگهبان گنج‌های قدیمی، نماد یه قدرت خفن و چیزی که پادشاه و هنرمندا هزاران سال ازش الهام گرفت. این موجود چیزی نیست جز گریفین. اما داستان این هیولای با ابهت از کجا شروع میشه؟ شاید باورتون نشه اگه بگم ریشاش به جایی خیلی قدیمی‌تر از افسانه‌هایی که معمولاً شنیدیم برمیگرده. این کشش جهانی به سمت موجودات ترکیبی که گریفین یه نمونه عالیشه، از اینجایی میاد که آدما دوست دارن نقاط قوت چیزای شناخته شده مثل قدرت شیر و تیزبینی عقاب رو با هم قاطی کنن تا یه چیز خفن و قوی‌تر بسازن. تو این ویدیو قراره یه سفر باحال داشته باشیم به دنیای گریفین ها، از اولین باری که تو مصر و بین النهرین باستان پیدا شد تا اینکه چطور تو یونان باستان معروف شد و حتی تو اروپای قرون وسطا چه نقشی پیدا کرد. و البته یه بخش خیلی ویژه هم داریم که میریم سراغ یه ورژن خیلی خاص و با ابهت از گریفین که تو سرزمین خودمون ایران باستان یه اسم و رسم دیگه ای داشته و بهش میگفتن شیردال. میخوایم ببینیم این شیردال ایرانی چه ویژگی‌های منحصر به فردی داشته. پس با ما باشید تا رازهای این موجود افسانه‌ای رو کشف کنیم از شرق تا غرب و در نهایت برسیم به قلب ایران باستان. خب این گریفین اصلا چه شکلیه؟ کلاسیک ترین تصویری که ازش داریم یه موجودیه با بدن قدرتمند شیر و سر و بالهای با ابهت عقاب. بعضی وقتا هم گوش‌های شبیه اسب داره. شیر سلطان زمین، عقاب پادشاه آسمون. ترکیب این دو یعنی یک موجود فوق‌العاده قوی و جادویی. نمادی از این که هم روی زمین فرمانروایی میکنه، هم توی آسمون. این ترکیب خاص از ویژگی‌های شیر و عقاب الکی نبوده، بلکه یه جور ساختار نمادین حساب شده است. هدفش این بوده که یک نشونه نهایی از سلطه ترکیبی زمینی و آسمونی بسازن. این طرح اولیه انقدر از نظر نمادین قوی از آب در اومد که همه جا قبولش کردن و ازش استفاده کردن. خیلی‌ها فکر می‌کنن گریفین‌ها از افسانه‌های یونان و باستان اومده، اما داستان خیلی قدیمی‌تر از این حرفاست. باورتون بشه یا نه، نقش گریفین‌ها یا موجودات خیلی شبیه به اون هزاران سال قبل از میلاد مسیح توی هنر ایران و مصر باستان دیده شده. یعنی خیلی قبل‌تر از اینکه یونانی‌ها باهاش آشنا بشن. مثلا تو بین النهرین یه پرنده افسانه‌ای به اسم آنزو داریم که گاهی به شکل عقابی با سر شیر کشیده شده و نماد یه قدرت خیلی بزرگ و به همزننده نظم دنیا بوده. یه تو مصر باستان یه موجودی به اسم آکخ که اونم ترکیبی از شیر و پرنده بوده و با خدای ست که خدای هرج و مرج صحرا و قدرت جنگی فرعون بوده ربطش میدادن. این نشون میده که ایده موجودات ترکیبی شیر و پرنده از همون اول تو این منطقه رایج بوده. سفر گریفین از شکل‌های اولیه مختلفش تو مصر و بین النهرین به یه شکل استانداردتر تو ایران، یونان و بعدها اروپا یه روند پویا از تکامل افسانه‌ها و انتقال فرهنگ رو نشون میده. این موجود یهو توی یه جا اختراع نشده، بلکه از یه دیدگاه نمادین مشترک تو خاور نزدیک به وجود اومده و کاملتر شده. حالا که فهمیدیم گریفین چیه و از کجا اومده، بیاید ببینیم تو فرهنگ‌های مختلف چه جایگاهی داشته. این موجود افسانه‌ای تو هر گوشه از دنیای قدیم یه داستان و نماد خاص خودش رو پیدا کرده. یونانی‌ها اسم گریفین یا گریفون رو روی این موجود گذاشتن. توی افسانه‌های یونانی گریفین‌ها بیشتر وقتا نگهبان گنج‌های مخفی بودن. این موجودات برای خدایان مهمی مثل آپولو، خدای خورشید و پیشگویی و هنر، و آتنا، الهه خرد و جنگ، مقدس بودن و این موضوع جایگاهشون رو بالاتر می‌برد. یکی از قدیمی‌ترین نقش‌های گریفین یونانی رو می‌تونیم توی کاخ کنوسوس تو جزیره کرت ببینیم که مال تمدن مینوسی هاست. جالب بدونید که فرم گریفین با دهن باز که تو هنر یونان خیلی رایج شد تحت تاثیر هنرهای بعدی ایران، مخصوصا دوره اشکانی بوده. گریفین‌های یونانی بیشتر وقتا طبیعی‌تر، پر جنب و جوش‌تر و گاهی با حالت خشن کشیده شدن. اگه به سمت شرق‌تر بریم به سکه‌ها میرسی. این مردم کوچ‌نشین و جنگجو استاد کار با طلا بودن و یه هنری داشتن به اسم سبک جانوری. گریفین یکی از نقش‌های محبوبشون بود که روی زیورآلات و وسایلشون استفاده می‌کرد. اونها باور داشتن که تصویر گریفین قدرت ویژگی‌های این موجود رو به صاحبش منتقل می‌کنه. فرش معروف پازریک هم که از قبرهای سکایی کشف شده، نقش گریفین یا موجودات افسانه‌ای شبیه به شیر بالدار رو تو خودش داره. قرن‌ها بعد تو اروپای قرون وسطا گریفین به نماد خیلی مهم تو نشانه‌های خانوادگی اشرافی تبدیل شد. اگر روی سپر یه شوالیه یا پرچم یه خاندان نقش گریفین رو می‌دیدید، یعنی نمادی از شجاعت و رهبری و قدرت بود. حتی تو نمادگرایی مسیحی هم جا باز کرد و گاهی نمادی از مسیح بود. به خاطر طبیعت دوگانه‌اش که هم زمینی و هم آسمانی بود، به ترتیب نماد طبیعت انسانی و الهی مسیح حساب می‌شد. یه مثال معروف نشان رسمی منطقه پومرانیا تو اروپاست که از اواخر قرن 12 میلادی گریفین نماد اصلیش بوده. قدرت نمادین گریفین حتی به ادبیات هم کشیده شد. مثلا دانته آلیگری
شاعر بزرگ ایتالیایی تو کتاب معروفش کمدی الهی از یک گریفین حرف میزنه که عرابه کلیسا رو میکشه و طبیعت دوگانه‌اش نمادی از طبیعت دوگانه مسیح هست. یا تو داستان‌های سرگذشت نارنیا نوشته C.S. لوئیس، گریفین‌ها موجوداتی نجیب و قدرتمند و از یاران اصلان هستند. به طور کلی تو ادبیات فانتزی گریفین‌ها بیشتر وقتها نگهبانان با ابهت، حیوانات قدرتمند یا مرکب نجیب برای قهرمان هستند و نماد خرد و قدرت به حساب میان. خب تا اینجا با گریفین و سفرش تو فرهنگ‌های مختلف آشنا شدیم، اما همونطور که اول ویدیو گفتم یه ورژن خیلی خاص و باشکوه از این موجود افسانه‌ای تو سرزمین خودمون ایران باستان وجود داشته که داستان شنیدنیه. آماده اید که با این شیردال ایرانی آشنا بشین؟ درسته که اسم گریفین بیشتر تو دنیا شناخته شده، اما تو ایران باستان این موجود با اسم شیردال جایگاه ویژه‌ای داشته. تو دوران امپراتوری هخامنشی شیردال به یکی از مهمترین نمادهای هنری و سلطنتی تبدیل شد. با ابهت‌ترین نمونه‌هاش رو میتونیم روی سرستون‌های گنده کاخ تخت جمشید ببینیم که ابهت خاصی به این ساختمان‌ها میدادن. علاوه بر معماری، نقش شیردال رو توی زیورالات طلایی مثل بازوبند طلایی شیردال هم دیده میشه. هنر هخامنشی واقعا اوج استفاده از این موجود افسانه‌ای بود. اما شیردال برای ایرانی‌های باستان فقط یک موجود ترکیبی خوشگل نبود، خیلی عمیق‌تر از این حرفا بود. اونا شیردال رو معاوضی قدرتمند در برابر اهریمن، جادو و دروغ میدونستن. نمادی بود از خیر و برکت، نگهبان گنجینه‌های خدایان و حتی محافظ درخت زندگی. شیردال تو ایران باستان نمادی از قدرت خیلی از پادشاه‌ها، نیروهای فوق‌العاده سپاهی‌ها و همچنین نیروی محافظ و نگهبان بود که با خورشید و روشنایی هم ربط داشت. جالب بدونید که این موجود تو زبان فارسی میانه اسم خاص خودش رو هم داشته، بشکوک. اما شیردال ایرانی یه سری ویژگی‌های خاص خودش رو هم داره که اون رو از گریفین‌های فرهنگ‌های دیگه متمایز میکنه. یکی از مهمترین‌هاش شاخدار بودنشه. خیلی از شیردال‌های هخامنشی دو تا شاخ روی سرشون دارن که نمادی از قدرت الهی و احترام بیشتر بوده. معمولاً هم با دهن بسته و تو حالتی باوقار و آروم کشیده شدن، انگار که نمادی از قدرت کنترل شده و عظمت شاهی باشن. این با گریفین‌های یونانی که بیشتر وقت‌ها پر جنب و جوش و با دهن باز نشون داده می‌شدن فرق داره. تو هنر ایران بیشتر به صورت نقش برجسته و کنده‌کاری می‌بینیمشون. شیردال ایرانی بیشتر وقت‌ها کنار پادشاه هخامنشی یا با نمادهایی مثل گیاه زندگی، حلقه بالات و آتشدان کشیده شده. گریفین به خصوص شیردال ایرانی به ما یادآوری میکنه که چطور افسانه‌ها میتونن بازتابی از عمیق‌ترین باورها، آرزوها و ترس‌های یه تمدن باشن و اینکه چطور یه موجود خیالی میتونه برای هزاران سال تو هنر و فرهنگ ملت‌ها زنده بمونه و حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. نظر شما در مورد گریفین و شیردال چیه؟ کدوم بخش از داستانش برای شما جالب‌تر بود؟ حتما تو کامنت‌ها برامون بنویسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک یادتون نره و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون که تا آخر همراه ما بودید.